الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. خواستم با آقای انصاری صحبت کنم. بفرمایید. آقای انصاری، من یکی از برادران اهل سنت هستم و از دور پیشانه ماه شما رو میبوسم. از اون موقعی که برنامه‌تون رو از شبکه 27 دارم پیگیری میکنم، انتظار میکشم هر روز روزهای سه‌شنبه زودتر از راه برسد و با شما از طریق تلویزیون ببینم. شما رو خیلی دوست دارم آقای انصاری سلامت و باشید. از اینکه راه راست رو به ما نشان دادید ممنونم. ممنونم از تمام برادرانی که تو شبکه وصال حق کار میکنن تا پیام توحیدی به جمع ما برسه سلامت و باشید. برادران مسلمان ما رو به راه راست، به اسلام ناب و محمدی هدایت کنید. خدا حافظ شما و به امید دیدار شما در ایران. خدا نگهدار. انشاءالله. تشکر از شما برادر عزیز گرامی. الله متعال شما را حفظ بکنه و سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه.